رضیت بالله ربا. با دلت بگو، شاد باشه، دلت شاد باشه که خدا توشه. شکر خدا بکنید که الله مال همه است بدون استثنا. اگر الله ما رو یک قشر خاصی بود چه کاری میکردیم؟ دنباله سید الاستغفار، لا اله الا انت، هیچ معبودی به حق نیست به جز توی پروردگار. اعتراف دوم، چقدر خدا این اعتراف رو دوست داره. بعد میگه خلقتنی. این ترتیب این کلمات نگاه کن چقدر زیباست. بعد که میگه اللهم انت ربی، تو رب منی. بعد میگه لا اله الا انت. بعد میگه خلقتنی. سبحان الله، تو مرا از عدم به وجود آوردید. خلق ایجاد بعد از عدم. تو اجازه دادید من ایجاد بشم. تو اجازه دادید بعد از این که منو از عدم به وجود آوردید دلم محلی باشه برای دوست داشتن تو در اونجا بگیری. تو به من اجازه دادید که رو به تو بیستم. تو به من اجازه نماز خوندن دادید، تعظیم در مقابل خودت دادید، تو اجازه شکرت دادید، تو به من اجازه پرستشت دادید. باور میکنی که هر مسلمانی اجازه پرستش نداره؟ حتی مسلمانی ولی اجازه بندگی نداره. خیلی از مسلمان ها شراب میخورن، ظلم میکنن، حرفای کفر میزنن، نماز نمیخونن. اون داستان اون غلام به شما گفتم که از کنار مسجدی با مالکش میگذشت. اون غلام سیاه پوست اجازه خواست که اجازه بفرما سرورم، من لحظاتی برم در مسجد خانه خدا. گفت برو ولی دیر نکن. اون مالکش بیرون در ایستاد. این غلام دیگه وقتی وارد مسجد شد فکر کرد که تو بهشته. وقتی که وارد راز و نیاز و با رب العالمین شد از خود بی خود شد. اون اربابش از بیرون صداش زد ای غلام زود باش بیا، خیلی دیر کردی، چرا نمیاید؟ این غلام از داخل مسجد صدا زد ارباب نمیگذارن من بیام، اجازه نمیدن من بیام. گفت مالک تو منم. کی اجازه نمیده؟ گفت همون کسی که به تو اجازه نمیده پا تو خونش بذارید. به من اجازه نمیده که بیام بیرون. اون مالک دل منه. احد بلال یادتونه؟ احد شکر خدا بکنید خدا به شما اجازه بندگی داده. خلقتنی و انا عبدک، و من بنده تو هم و من بر عهد و پیمان تو به اندازه استطاعتم پایبندم. به نعمتهای تو اعتراف میکنم، دنبالشه. هر نعمتی در من و خانواده هست از جانب توست. و ما بکن من نعمت فمن الله. و به تقصیرات و خطاهام هم اعتراف میکنم. اعتراف دوم فاغفر لی اعوذ بک من شر ما صنعت. به تو پناه میبرم از شر اعمال زشت و پلشتی که انجام دادم. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. پس بیامرز چون آمرزنده‌ای جز تو نیست. راضی شدم که تو رب من باشید و اسلام دین من باشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم نبی و رسول من باشه. این اعترافات خیلی عالیه، آدم آروم میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خداوند دو چیز به ما داده. یکی عقل داده که فکر کنیم، مثبت فکر کنیم، زیبا فکر کنیم، مفید فکر کنیم. از خدا بخواهیم که استعداد و هوش ما را افزایش بده. این دعا خیلی دعای خوبیه.
در حق هم دعا بکنیم که خدایا استعداد و هوش ما را شکوفا بساز، افزایش بده تا چیزها اون طوری که هست ببینیم و بفهمیم. این خیلی دعای خوبی در حق فرزندانمون دعا بکنیم، دست به سرشون بکشیم خدای استعداد و هوش بچه های ما را شکوفا بگردان، افزایش بده تا حقایق اون طوری که هست ببینن، عظمت و بزرگی تو اون طوری که هست پی ببرن، درک صحیح از کلام رب العالمین داشته باشن، از دین داشته باشن، عبادتشون تقلیدی و کورکارانه نباشه، عبادتشون بر مبنای علم و معرفت و دانش و شناخت و آگاهی باشه. اسلام دین تقدسگرایی نیست. مولوی ها و علما حق ندارن و آخوندا مردم رو در جهل و بیسوادی قرار بدن که ازشون پیروی بکنن و بر اونها مسلط باشن. ما باید دین خدا اون طوری که هست به خاطر خدا یاد مردم بدیم، حتی اگه مردم دین خدا رو یاد گرفتن احترام هم نکردن اشکالی نداره. اجازه ندید کسی دستتون ببوسه. در هر جایگاهی که هستید، هر شیخی که هستید، ما وظیفه داریم که بندگان خدا رو به خدا وصل بکنیم، نه به خودمون. قرار نشده ما خدای دیگر بشیم. احترام و محبت جای خودش، اما تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی میشه، مرید و مراد درست میشه، دین تعطیل میشه، خرافات در جامعه چه زیاد میشه و اسلام دین خرافات نیست. امشب ما جمع شدیم که تبدیل بشیم. کشور ما تنوع مذهبی داره، تنوع قومی داره، ولی بالاتر از همه ما مسلمانیم، بنده خدا هستیم. شافعی به حنفی توهین نکنه، حنفی به شافعی توهین نکنه، حنفی و شافعی سنی به شیعه توهین نکنه. اگر دلیل داری مطرح کن، همدیگر رو دوست بداریم. کشور مال همه هست، مال شیعه هست، مال سنی هست، مال مسلمان هست، مال غیر مسلمان هست. این کشور مادر ماست، وطن ماست، بالاتر از همه اسلام همه چیز ماست، پدر و مادر ماست.